پیوسته از آن که مالکوم را بازی نمودن در روسیه علاقه مبهوت کرده است، عامل اساسی که این برزیلی را در پیتر باز داشته است البته که امکانات‌های اقتصادی گاز فروشانی مقتدر است. در اسنای چنین خبرها میتوان گفت که سر و صدا اطرافی به سویلیا رفتنش را مالکوم فیک نامیده است. در زنیت من خوشبختم، شنیدم که مرا با سویلیا میپیوندند، اما این فیک است. با گفتی مردم روس так что مالکوم در زنیت طبق شرطنامه تا سال 2024 مانده در ردیف اجرای عهدهداری‌های شرطنامه‌ای پول‌های بسیاری گازپروم را هم گرفتن میگیرد. سمولوف را هرچند که به گفتی مردم از اسپانیا به تأثیر کردند معروفترین فوتبال بازیکن روسیه باشد، ماز در همین کشور میماند. نادژدا کارپووا وارد کاتالونیا شده پس از ترک سویلیا در ماه ایون کرده‌اش به اسپانیول پیوست. شرطنامه کارپووا با اسپانیول باشد تا ماه ایون سال 2021 مهلت پیدا کرده است. غیر از سویلیا همچنین کارپووا در صف والنسیا، چرتانو و سورکی برآمد نموده در سطح سویلیا در 20 بازی انجام داده‌اش 6 گل هم زده است. در این میان سابق بازیگر اسپارتاک مسکو ژانو آنانیدزه چون بازیگر اجاره‌ای به روتور پیوست. من چند واریانت‌های دیگر ادامه مسند ورزشی از ترکیه و گرجستان داشتم، ولی روتور پیشنهادی رسمی نمود. در آن موردی که آلابا اوید بهسازی نقطه‌های شرطنامه با رهبریت تیم میونخینی دیل یافته نتوانست، توماس توخل خود از رهبریت دسته پاریژ خواستار شده است که این بازیگر اوستریایی را به لیگ یکم بیارند. در اثنای دست کشیدن آلابا از تمدیدکنی شرطنامه با باواریا و طلب کردن معاش سالانه 20 میلیونه، دعوت آلابا برای پاریژهای سرپول آسان‌تر می شود. مهلت شرطنامه فعلی داوید با باواریا باشد تا 30 یونی سال 2021 مهلت دارد. امانوئل مامانا دهمین بازیگر زنیت گردید که به سوچی پیوست و این تیم راتنبرگ را واقعا هم تحت تخلص فارم کلوب زنیت مشهور کرد. در این باره سامانه رسمی باشگاه فوتبال سوچی خبر داده فوتبالباز ارژانتینی باشد در لب بحر سیاه موسم 2021 را میگذراند. به زنیت باشد مامانا سال 2017 بر عوض 16 میلیون یورو از لیون گزارش نموده با سبب جراحت وزنی زانو از ماه اکتبر سال 2019 این جانب به میدان نبرآمده است. اگر کولیبالی به سیتی گذرد دیگر خط حمایه پپ را فیل‌های جنگی هندوستان هم عبور کرده نمی‌توانند و خوسپ گواردیولا هم در جستجوی حمایه‌گر نو کلی راسته‌های بازار را تگرو کرده نیست. همزمان در اسپانیا بارسا با امید آینده سازی دسته از گزارش حمله‌ور 19 ساله سان پائولو گوستاو مایا اعلان نمود. هرچند که گزارش چند روز پیش عملی شد و این نوید هم نباشد، ولی نرخ منبع برای فروش تعیین شدهش همه وقت نوید خواهد ماند. بارسا ارزش منبع گوستاو را 300 میلیون یورو کرده است، زیرا زخم‌های رفتگی نیمار از کامپ نو تا حال هم درد می‌کنند. مایا را چون حمله‌وری دارای حرکت دینامیکی و دارنده استعداد ارسالی اسیست‌ها می‌دانند، در حالی که بهره آوردن به پایتخت کاتالانی 4.5 میلیون یورو صرف شده است. یکی از روشن‌ترین بازیگران منتخب روسیه در جام جهان 2018 دنیس چریشف که عین حال کارش در والنسیا توربه است، با وجود این پیشنهاد تیم‌های تاپ روسی را از جمله سیسکا و اسپارتاک رد کرده است. در این باره نشریه سوپر دپورت خبر داده در نقشه‌های خود بازیگر روسی باشد این باورکنندنی سرمربی نوی والنسیا تاوی گراسیا میباشد. دنیس میخواهد برای جای گرفتن در هیئت اساسی با گانسالو گیدش رقابت نماید. نیم حمایه‌گر 19 ساله دسته دومی منچستر یونایتد انجل گامز باشد چون فوتبالباز آزاد به لیل رفت و موسم آینده را در اجاره در باویشته می‌گذراند. کلی خبرها را یک طرف گذاشته باید علاوه نمود که کریستیانو رونالدو از غوطیدن در بحر هیجانی یوونتوس بیزار شده و خواستار کوچیدن به پاریژ شده است. نوابسته به آنکه مالک یووه اندریا انیلی رفتن کریش را فیک نامید، ولی اگنت رونالدو ژورژ مندش علاقه با دیرکتور ورزشی پس‌ژ لناردو ملاقات کرده است. نسبت چین آوازها باشد فوت مرکاتو صدا بلند کرده است.
یورگن کلوپ عوض کننده رکت شوتلندی لیورپول را پیدا کرد، ولی راستی این را رقابت بازیگران در میدان معین خواهد کرد. با خریداری حمایتگر کنستانتینوس سیمیکاس از یونان، یورگن کلوپ خط دفاعی سمت چپ را قوی نمود. سرخ از گزارش این حمایتگری 24 ساله اعلان نمودند، ولی در خصوص مبلغ شرطنامه چیزی گفته نشده است و حتی مهلت قرارداد سیمیکاس را هم نگفتند. و معلومات ترانسمارکت سیمیکاس 9 میلیون یورو ارزش داشته، برای انگلیس‌ها 13 میلیون یورو نرخ پیدا نموده است. یادداشت می‌کنیم که سیمیکاس دست پرور اولمپیاکوس بوده، در تیم زادگاهیش 86 بازی در کل مسابقه گذرانیده، 12 پاس گل‌آور هم دارد. طبق نشاندادهای آماری در موسم اخیر این یونانی جوان حتی از رابرتسون هم برتری خاصه دارد. سیمیکاس را هم محض چون عوض کننده احتمالی شوتلندی آوردند.